سلام. اینجا حیاط خونه ماست. ما تازه اومدیم توی این خونه و من واسه این حیاط یه سری فکرها دارم. اولین کار این بود که یکم ترتمیزش کنم، یه دستی به درختاش و اینا بکشم. حالا تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم که چیکار کردم براش. اولین ایده که واسم اومد تو ذهنم اینه که یکم به درختاش جون بدم. یه سری ریسه ها رفتم خریدم واسش که خوشگلش بکنه و قشنگ کنه. حالا بهتون بگم که هم درخت انگور داریم هم درخت خرمالو داریم که البته خرمالوهاشو فکر کنم همسایه‌مون از طبقه بالا کنده و خورده، ولی حالا بهتون نشون میدم. بعد از اون فکر کردم به این که واسه این میزی که این وسط توی خونه هستش یه رومیزی خوشگل گوگولی بندازم که رفتم اینو براش خریدم. البته بین 2 رنگ مونده بودم. بعد به این فکر کردم که چی کار دیگه میتونم واسه حیاط بکنم که بازم یه سری چیزای دیگه تو ذهنمه که اونا رو خواستم برام بخرم، براتون ویدیو میگیرم و حتما میذارم. حالا برام حتما بنویس که به نظرت بامزه شد که این ریسه ها رو توی این درخت ها گذاشتم یا نه. این برگا رو که میبینید همش تمیز میکنیم ولی دوباره این برگا درختشون میریزه. درخت نه ببخشید، برگاشون میریزه و هی ما باید تمیز کنیم. حالا این رومیزی که گرفتم به نظرم چارخونهاش اونی که تو ذهنم بود نیست، ولی خب واسه اول کار بامزه است. برگا رو جمع کردم و یه نکته که هست زیر اون برگه نمیدونم حالا چیه که روم نشد جلوی ویدیو اونو برش دارم. ولی به نظرم واسه اول کار خیلی کیوت شد. حالا تو هم نظرتو بهم بگو حتما.